السلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ مهربانی هستین؟ خوب هستین؟ خوب هستین؟ وای نام وای شیر بچه آفر. مهربانی. السلام علیکم. ولی شب خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ آرام هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ بخیر هستین؟ بخیر آمدید. اینجا بگید. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ السلام علیکم. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر هستین؟ صحت شما خوب است؟ خوب هستین؟ بخیر هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ مهربانی. مهربانی. جناب رئیس مهربانی. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه جناب رئیس، جناب مولوی صاحب، علمای بزرگ موسفیدان، همه بزرگایی که اینجا تشریف آوردن، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز در این جمع مبارک، در این مکان مبارک و با حضور دلهای سرشار از امید و ایمان و در لحظه های گوهربار و پرمعنا و مهم گرد هم جمع شدیم تا نه تنهایی که آغازگر یک ساختمان باشیم، بلکه آغازگر منبع نور و هدایت برای جامعه باشیم. در جایی که قلبها با هم نزدیک میشه، قرار است ما بنا تأسیس کنیم. در جایی که ارزش‌های اسلامی و دینی تقویت پیدا میکنه، جایی که دعاهای ما به سوی پروردگار بلند میشه، جایی که منبع نور، هدایت و برکت بر ما و نسل آینده خواهد بود و او گذاشتن سنگ تهداب مسجد است. الحمدلله ثم الحمدلله. از خداوند سپاسگزار هستیم که امروز میخواهیم پل برای سعادت دنیا و آخرت و تقرب بر خداوند امروز کشف کنیم. شما میفهمین که مسجد مظهر وحدت امت اسلامی است، جایی که خرد و بزرگ، فقیر و غنی در یک صف واحد با هم می ایستند در مقابل پروردگار و امتیاز از آن کسی است که تقوا و پرهیزگاری دارد، از آن همون کس است. و امروز ما میخوایم بنای همبستگی اجتماعی و جایی را بنا کنیم که آرام بخش دلهای خسته است. دعا میکنیم که خداوند متعال این مکان برای همیشه محل برای سجده های خالصانه، دعاهای صادقانه و روشنی بخش راه های تاریک زندگی ما بگردانه. و دعا میکنیم که خداوند آذان محمدی صلی الله علیه و سلم را از گوش و دل و هوش ما و فرزندان ما هرگز قطع نکنه و بخصوص از مسجد چاریار کبار که قرار است ان شاء الله به زودی افتتاح کنیم، بر همیش و ابدالآباد مدام آذان محمدی باشد در گوش همه ما و ثوابش بر کسایی برسه که سخاوتمندی کردن، صدقه کردن و خواستن که منبع خیر و برکت برشان باشه از امروز تا روزی که دنیا هست. سبحان الله. امروز ما بنای سنگ یا تهداب مسجد را گذاشتیم، اما اکمال و رونق گرفتن از او به پشتیبانی، کمک و دعای کسایی نیاز دارند که در راه خداوند میخواهد سخاوتمندی کنند. ما در خدمت هستیم. بسیار تشکری میکنم، سپاسگزاری میکنم از کسایی که در این کار خیر اقدام کردن. بسیار سپاسگزار هستیم و بازم میگم که بهترین منبع خیر و برکت در دنیا و آخرت ساختن مسجد است. سپاسگزار هستم از تمام کسایی که تا نمی لحظه حمایت کردن و از جناب حاجی صاحب و مولوی صاحب میخواهیم که دعای نیک کنن، دعای خیر کنن و مع الخیر سنگ تهداب مسجد را بگذاریم.
الله متعال خیر و عزت و شرف و مقام و منقبت کسایی را بالا میکنه که اونها قرآن حمایت میکنند، قرآن عمل میکنند و گفته های قرآن عمل قائل هستند، سرمشق زندگی خود قرآن کریم را تعیین میکنند. و قرآن کریم در کجا بهترین درس و تدریسش میشه؟ در مسجد است. اعتبار به اصلش میتیم رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در کجا تدریس میکرد؟ در کدام فانتون استاندارد که تعمیرش ساخته شده بود تدریس میکرد؟ مسجد بود. از اینمی فرهنگ مسجد و مسجد سازی حال ما پانتون داریم در کل دنیا الحمدلله. فلان خود ماندین، وقت خود دادین، به خاطر رضای الله ساختن مسجد است، ماندن تهداب سنگ تهداب مسجد است. الله متعال همگی ما و شما را خیر و برکت نصیب بکنه. الله متعال 4 اشکال درست که داده است، نگفت از قرار خواب بکو، حرکت. همیشه ما و شما در رابطه به پخش و نشر دین اسلام باید متحرک باشیم. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب كل امورنا بالخير. اله العالمین این جمع شدن ما را به خاطر رضای خدا بود است، اله العالمین قبولش بگردان. اله العالمین جمع و اجتماع ما به خاطر ساخت و ساز مسجد است که جهت رضامندی خودت است. اله العالمین از ما راضی شو. اله العالمین دوستا و عزیزا و بزرگوارایی که از دور و نزدیک تشریف آوردن، اله العالمین همگیشان نیاتشان خیر است، به نیات خیر ما و سایر مسلمان ها را برسان. اله العالمین همه دوستا و دستاندرکارایی که به این تکلیف کشیدن، زحمت کشیدن، وقت خود دادن، با آن هم وقت خود میتن، اله العالمین برایشان قبول بگردان برحمتک ارحم الراحمین. یا مالی صاحب، مالی صاحب خود ماندی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار عالی. فقط دعای خیر میخوایم که مخصوص در حق کسایی که در این امر خیر شرکت کردن و سهم گرفتن و سهم میگیرن، در حق از اونها دعای خیر بکنیم. جناب مالی صاحب. اللهم ربنا لنا جميع قصد خير وتقبل منك انت الرحيم. اللهم افتح لنا بالخير واختمنا بالخير واجعل عواقب كل منا بالخير فالله خير حفظه وهو ارحم الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. پروردگارا، کسانی که به خاطر اعمار مسجد، به خاطر اشاعه دین رسول الله صلی الله علیه و سلم پیسه‌شان، مالشان،
انرژی بدنیشان به مصرف میرسانند. پروردگارا چند برابری که خودت وعده کردگی استی برشان در دنیا و در آخرت نصیب بفرما. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. آمین. عزیزای بیننده، از وقف از این مسجد 20 سال میگذرد که متاسفانه مردم از این محل نسبت فقر اقتصادی که داشتن نتونستن که این مسجد اعمار کنند. اما خوشبختانه کسایی که ما را حمایت میکنند، ما را وادار ساخت و به فیض از اونا آمدیم با ولایت پروان و در پارچه 13 ولایت پروان و مسجد را دیدیم. تقریبا 200 خانواده در این محل زندگی میکنه که اینا مقتدی اینمی مسجد هستند که در هر خانواده ممکن 3 جوان 4 جوان هست در هر خانواده که تقریبا بالاتر از 800 900 نمازگزار است. اما این مسجد تهداب ازی فکس 20 سال پیش گذاشته شده اما تا به حال اعمار نشده. امروز قرار است به خیر که این مسجد اعمار شود. میخواهم کسایی که مساعدت کردن، کمک کردن و خواستن که مسجد ما اعمار کنیم، در راه خدا سخاوتمندی کردن و خواستن که منبع خیر و برکت در دنیا و آخرت برشان باشه، ازشان نام ببرم. محترم محمد قاسم انور از امریکا مبلغ $7400 بر ما روان کردن. بسیار تشکر ازشان. محترم سید صابر و فامیلش از شهر ادیسه اوکراین مبلغ 69500 افغانی روان کردن. الله متعال قبول و منظور بفرمایه. محترم الیاس عمری از امریکا مبلغ 69300 افغانی روان کردن. محترم فیض الله عظیمی از لندن مبلغ 32400 افغانی روان کردن. یک برادر تاجیک ما جمعه خان از روسیه مبلغ 24500 افغانی روان کردن. الله عزت نصیبشان بگردانه. برادر ما عزیز احمد نوری از بلژیم مبلغ 11700 افغانی روان کردن و مبلغ 3600 افغانی را محترمه خوشویشان روان کردن. الله بر شما عزت نصیب کنه و مضاعف بگردانه صدقات شما را. و همچنان خواهر ما خانم سادات از ترکیه مبلغ 10500 افغانی روان کردن. بسیار زیاد تشکری میکنیم ازشان. اما این مبلغ پول بر اعمار مسجد بسنده نیست. همه شما را دعوت میکنم در این کار خیر. میخوایم که مستمر مدام مساعدت کنین، کمک کنین تا ما بتونیم بخیر این مسجد سنگش گذاشتیم اما تکمیل ازی و رونق گرفتن ازی همونطور که گفتم برای همبستگی همه ما، برای مساعدت همه ما، برای دعای شما، برای مساعدت شما نیاز داره. بران همه شما را دعوت میکنم در این کار خیر سهیم باشیم تا بخیر به زودترین فرصت شاهد افتتاح مسجد باشیم تا همه نمازگزارا بخیر اینجا اشتراک کنه. همه ما آذان بگویه و ثواب آذان تا ابدالابد در بانک معنویت شما ذخیره شود و هر کس که نماز بخونه هر سجده از او بر شما محاسبه شود.